دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب و خوش و عالی باشید. ما امروز آمدیم روزمن میخوایم چند مسئله فوق‌العاده عالی و کاربردی رو براتون معرفی کنم. اگر دوست داشته چینل ما رو سابسکرایب کنید تا بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. پس تا آخری ویدیو ما رو همراهی کنید. خوشبو کننده های لباس دوستای عزیز که بوی فوق العاده عالی و ماندگاری داره و طرز استفادهشون هم در قوطی هایشان هست. میتونید بخونین و مطابق به دستورالعملش استفاده کنین و اینا رنگ های مختلف و بوی های مختلف داره و قیمتش هم 4.45 یورو هست. قسمی که میبینید اینا از برند لنور هست. دوستای عزیز، ما از خوشبو کننده های مختلف استفاده کردیم که اکثریت آنها بوی ضعیفی داره، ولی این محصول بوی نسبتا ماندگار و ملایمی داره. همچنین میتونین یک محصول به خاطر تست رایگان به دست بیارید و این روند تا تاریخ 15 یونیو 2025 ادامه داره و کاغذ خرید خود در وبسایتی که در این ورق است آپلود کنید و مشخصاتی که شما خواسته میشه در اونجا درج کنید و پول خود دوباره بگیرید. این هم خوشبو کننده لباس هسته، اما به شکل مایع که هم بویش فوق العاده هسته و دستور استفاده از این هم در بوتلش هسته. دوست عزیز میتونید بخونین و مطابق به دستورش استفاده کنید. نرم کننده لباس مخصوص اطفالی که پوست حساس و آلرژی داره و همچنان عطر و رایحه خیلی ملایم داره. دستمال خشکان همچنان از برند لنور که بوی عالی داره و میتونین از این داخل ماشین خشکان استفاده کنین که باعث میشه لباسایتان خوشبو و روی لباسایتان چین و چروک نیفته و همچنان داخل الماری لباس و بایکتان میتونین ازش استفاده کنین و قیمتی از یوم 2.75 هست. و یک محصول دیگر از برند دکتر بیگمان که از بین برنده رنگ هست. فرضاً اگر روی لباسای ما رنگی میشه میتونیم از این محصول برای از بین بردن رنگ استفاده کنیم و قیمتی از این محصول 1.99 سنت. اینا برای دوش هست دوستای عزیز که رنگ های مختلفی داره و قیمتاشون خیلی مناسب هست. دوستا ببینید 2.49 یورو. عطر و بوی ماندگاری هم داره.